میدونی تنهایی یعنی چی؟ نه از اون تنهایی که تو شناسنامه نوشته میشه مجرد، نه اون تنهایی که هیچ کسی نیستش که شب و روز بهت پیام بده. اون هم سخته، اما من دارم از یه تنهایی سخت‌تر صحبت میکنم. تنهایی که با نبودنش دلت میسوزه. اینکه تو رابطه باشی ولی انگار هیچ کسی واقعا باهات نیست. اینکه تو حرف بزنی و صدات شنیده نشه، یا بدتر بشنون هیچ وقت درکت نکنه. اینکه کنار کسی باشی ولی ته دلت بدونی اون هیچ وقت درگیرت نیست. اون لحظه هایی که میفهمی توی رابطه‌ای هستی که هیچ جایی توش نداری. همون لحظه هست که از همیشه تنها. اون لحظه هایی که با کسی میخندی و عمر تنهایی رو تو قلبت حس میکنی. یه رابطه اشتباه میتونه به تو بیشتر از هر چیزی احساس تنهایی. جایی که دیگه حتی نمیدونی چطور از این احساس بیرون بیای. حواست هست کجا ایستادی؟ هیچ چیز به اندازه درک شدن و حضور واقعی ارزش نداره.